بله. به نام خدا. بعد از اینکه کت کامل سر جاش رفت، باید بلا فاصله عضله و ماهیچه و عصب همشون با هم دیگه تلفیق بشن توی پک، هم فیزیوتراپی و هم کار درمانی. ماهیچه سینه‌ای خیلی اینجا مهمه. ماهیچه سینه‌ای شروع میکنه دست بغل جمع کردن، چون احساس درد میکنه و دست به این صورت نگه میداره. ماهیچه سینه‌ای ما فیزیوتراپی بیشتری میکنیم. بعدش میام سر ماهیچه بازو. حتما بزنیم وسط دو سربازویی که دو سربازویی به سر دلتویدی دستور ول کردن، ول کن رو بده و نوعی رفرش داشته باشه. بلا فاصله تا عصب رفرش شد و شروع کرد دستورا رو پاک کنه، شروع میکنیم کار درمانی کردن. کار درمانی یا حرکت درمانی. دست آروم